تورنمای یوتیوب نواری تکان دهنده نشر شده است که در آن دیده می شود دو جوان تاجیک اوریان در زمستان قهرتون روسیه از رانندگان کمک می خواهند. در این ویدیو جوانان تاجیک از راننده که نزد آنها می ایستد می خواهند آنها را از جنگل بیرون برد. جوانان تاجیک به راننده با زبان شکسته روسی می گویند که ماموران پلیس روسیه لباس آنها را کشیده و در بین جنگل بی آدم رهایشان کردند. ویدیو اصلی به نظر می رسد و 10 نفر از کاربران یوتیوب برای کمک به این دو جوان که از سردی می لرزند بر راننده تشکر گفتند. امید بابامتوف خبرنگاری بخش ازبکی رادیو آزادی چنین حادثه ها را در روسیه تحقیق کرد و موضوع صحبتی روز هم در این باره است. امید، شما با آنهایی که خودشان هم به این حال گرفتار شدن صحبت کردید. این جوانان را کی و چگونه در بین جنگلی بی آدم و در زمستانی سرد اوریان می‌گذارد؟ همه کسانی که من با آنها صحبت کردم میگویند با این و یا آن نوع به دست ماموران پلیس افتادند و به چنین واقعه ها دچار شدند. کسی که این ویدیو را به نوار گرفته است نقل می کند که از دیدن جوانان اوریان در هوای سرد حیرت زده شده است، ولی مهاجران به من نقل کردند که این گونه حادثه ها در روسیه معمول می باشند. من از آنها پرسیدم که چرا لباس های شما را می کشند. آنها می گویند که پلیس مهاجران را دستگیر می کند و اگر مهاجر سند نداشته باشد طبیعی است که از او پول می ستانند. اگر مهاجر پول نداشته باشد و رشوه ندهد او را در داخل شهر می گردانند و یا بیرون می برند و تا زمانی که مهاجر بیزار شده رشوه ندهد و اگر بعد از این گونه به اصطلاح سیر و گشت مهاجر رشوه ندهد او را 20-30 کیلومتر دور از شهر میبرند و رها میکنند و بعضا لباسهایش را هم میکشند و اوریان میگذارند. به فکر من عین چیز با بچه های رخ داده است که در ویدیو نمایش داده شده. و امید این گونه حادثات در روسیه زیاد رخ میدهند؟ بسیار وقت روی میدهند. برای چی؟ برای آنکه برای پلیس آسان نیست که هر روز تعداد بسیاری مهاجران را به اداره هایشان برده سند ترتیب دهند، چون مقررات پیچیده آن خیلی زیاد است. برای پلیس آسان تر است که از این مهاجر پول گرفته او را رها کند. و در زمستان سرد اوریان کردن انسان و رها کردن آن در بین جنگل بی آدم میتوان گفت که با مقصد کشتن همان آدم صورت میگیرد. یا مقامات انتظامی روسیه این گونه حادثه ها را خودشان شرح میدهند؟ بله، من سعی کردم نظر مقامات انتظامی روسیه را در این باره پرسم که چرا این گونه حادثه ها در بین ماموران پلیس و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه وجود دارد. معمولا آنها میگویند بله این گونه حادثه ها وجود دارند ولی آنها موردهای علاهیده می باشند. بنابراین میگویند آنها هر گونه قانون شکنی را که ضد مهاجران صورت میگیرد در جایش بررسی میکنند و کارمندان گناهکار یا از کار رانده می شوند و یا آنها را یگان نوع جریمه. امید بابامتوف خبرنگاری بخش Что случилось? Что случилось, парни? Здорово, мужики. Ну, что случилось? Ну, здесь газель. 3 человека. Вы что голые-то? Ну, вот это, форма снимал. Зачем? Не знаю, это я ментовый. Менты вас, что ли, обули так? Я ментовый. Уджат, где уджат нет? Это форма гражданский. Это я издеваться. А что за менты-то? Не знаю, на Истра. И куда вы идете? Истра. Зачем? В милицию идете? Не, это... Живете где? На Сафонтово, северный. Северный? Да. Ну, пиздец, садись. Можно? Давай. Это 3 человека.